جدا شدن از زندگی پرتپش و پرتلاش امروز و کنار گذاشتن اضطراب‌هایی که در طول روز باهاش درگیر هستیم برای رسیدن به درنگی عمیق، برای حضور در لحظه اکنون و نگاه کردن به ذهنمون، جدا شدن از تفکرات زایدی که در تمام طول روز ما رو دارن کنترل میکنن، خیلی راحت و بی مقدمه امکان پذیر نیست. حداقل برای مایی که یک زندگی معمولی داریم بسیار کار مشکلیه. ژاپنی ها حدوداً 7-8 قرن پیش به این نتیجه رسیدن که تمرکز کردن، درنگ کردن و رسیدن به آگاهی نیاز به یک سری مقدمات و محیط مشخصی داره. ورود به یک باغ، گذر کردن از یک سری مسیرها، دیدن رودخانه خشکی که فقط سنگ‌های حلوه‌ای کف رودخونه وجود داره و رسیدن به اتاق شن، بازی کردن با شن‌ها، مرتب کردن اونها و بعد از اون گام به گام تا برسیم به مراسم چای، یک مسیریه که آرام آرام ذهن ما رو از زندگی فیزیکیمون جدا میکنه تا بتونیم لحظه‌ای با آگاهی بیشتر، با عمق درک و شهود بیشتر لحظاتمون رو سپری بکنیم. ببینید، چابانا هنر گل‌آراییه که برای مراسم چای استفاده میشه. یعنی ما به طور کلی این گلدون سازی که در چابانا داریم برای هدف و مقصود مشخصیه. اون هدف چیه؟ اون هدف در از تمرکز و درنگ بیشتر. این تمرکز برای چیه؟ برای این که ما، حالا اصطلاح هندیش اینه که ما به آناندا برسیم، به شعف وجود برسیم، به جایی برسیم که هیچ فکری نداریم. خب مگه اونجا چی هست؟ همونجا که هیچی نیست، همه چیز اونجاست. همه شادی اونجاست، آگاهی اونجاست، فهم خودمون از خودمون اونجاست. و در اصل تمرین درنگ برای اینه که ما کمتر گم بشیم توی هویت‌های ساختگی، کمتر گم بشیم توی در اصل جامعه‌ای که یک سری فاکتورهای لیست شده موفقیت برای همه داره. خب ما برای اینکه از این مسیر به درستی رد بشیم و گم نشیم نیاز داریم که هر از گاهی صبر کنیم، درنگ کنیم و آگاهی خودمون رو، ذهن خودمون رو دوباره ارزیابی کنیم. به خاطر همین هم هست که من این دوره رو دوست داشتم که اسمشو چابانا بذارم، چون چابانا به تنهایی معنی نداره. هنر گلدانسازیه که برای هدف درنگ در مراسم چای تعریف شده. اگر بیاریم فقط گلدون رو از این مجموعه جدا بکنیم، این هنر اسمش هست ایکبانا. حالا ما در تاریخ اگر تقریبا میشه گفت هر چیزی رو مرور کنیم، ریشه تاریخش رو برسیم، رسیدگی کنیم بهش، میرسیم معمولاً به مصر. علتش هم، حالا شما مثلا قدیمی ترین صندلی رو بخواید جستجو کنید، تهش میرسه به مصر. علت اصلیش این نیست که واقعا همه چیز از اونجا بوده. نه، علت اصلیش اینه که ما در مصر مدارک و مشاهدات خیلی خیلی قدیمی تر از همه جا رو داریم. سند هست در موردش. حالا ما سند داریم که در اصل هدیه‌ای که به شکل گله یا دسته گله، این از مصره. اما خب ژاپنی ها هم یه سری افسانه و داستان و در اصل مدارکی برای خودشون دارن که میگن که نه، این ریشهش از ژاپنه. حالا من خیلی وارد این قضیه نمیشم، ولی خیلی محکم میشه در مورد این اینجوری نظر داد که همین الانش هم در ژاپن احترام به طبیعت، گل به عنوان هدیه، تزیین گلدان ها بسیار بسیار مقدس و اهمیت بالایی داره. ولی در مصر خب طبیعتا نباید به این شکل باشه به خاطر اقلیمی که وجود داره. در هر صورت پس ما احتمالاً در مورد ایکبانا صحبت میکنیم، ولی در کل باید در نظر بگیریم که هدف ما از گل‌آرایی رسیدن به اون لحظه شهودیه
که به راحتی با کمک تزیینات خانه، با کمک تزیینات محل درنگمون میتونیم بهش برسیم. خب این از تعریف این دو. برسیم به این که در اصل ایکیبانا و چابانا برای چی هستند؟ ایکیبانا به طور کل همونجور که گفتم برای تلطیف محیطه، برای زیباسازی یک گلدانه. تکنیکاشون یکسانه، اما در چابانا یک مقدار خلوص بیشتره برای این هدفمون در اصل نگه داشتن تمرکز. خب پس برای تمرکز بر حال الزامیه، برای ارتباط با طبیعت لازم داریمش، چون نگاه کردن به گل و گیاه ما رو یاد طبیعت میندازه و طبیعت خدای ژاپنه تقریبا میشه گفت. و تلطیف فضای درنگ ما در اصل با قرار دادن گیاه در محیط فکر آشفته خودمون رو در اصل از محیط خارج از فضای درنگمون جمع میکنیم به یک جا. یعنی یک جذابیتی برای ذهنمون ایجاد میکنیم که بقیه چیزا رو ول کن، حالا بیا به این گل زیبا نگاه کن. حالا که میخوای نگاه کنی خیلی خوب، به رشدش فکر کن، به زمان حال تمرکز کن و اینکه چطور میتونی ارتباط با طبیعت رو حفظ کنی. بسیار خوب. حالا اینا کجا اجرا میشه؟ این تصویری که شما الان دارید میبینید یک فضای شاهنشین ماننده که توی خونه های ژاپنی یا در اتاقهای چای اجرا میشه. دوستان معمار حتما میدونن که اتاقهای ژاپنی کاربری مشخص و یکسان و واحدی برای یک عملکرد نداره. یعنی ما توی ژاپن اتاق خواب در تفکر سنتی یا خانه های سنتی یا خانه های اصیلشون اتاق خواب نداریم یا اتاق ناهارخوری نداریم. یه اتاق داریم، فرض کنید این فضایی که اینجا هست که کفش با تاتامی پوشش داده شده. خب شما میخواید اینجا چای بخورید، اینجا میشه اتاق چای. بعد یه گنجه اینجا هست، بازش میکنید، دوتا بالش برمیداری، اینجا میشه اتاق خواب برات. یعنی یک فضا تنوع کاربری در طول روز داره. علتش هم اینه که طبیعت خدای ژاپنه. اینا میگن که به زمین بی احترامیه اگر ما اختصاصش بدیم به یک فعالیتی که مثلا اگر اتاق خوابه این اتاق فقط شب هنگام مورد استفاده باشه. حتی دراشون هم به خاطر همین کشویه که فضای اون نیم متر مربعی که پشت در داره هدر میشه و هیچی نمیشه اونجا گذاشت رو بی احترامی به طبیعت میدونن. خب یک جزئیاتی روی این در از فضا وجود داره که من اینو براتون بیشتر بازش کنم. ببینید این فضا به طور کلی این شاهنشین مانند اسمش توکوناماست که همونجور که میبینید باز کف پوشیده است تاتامیه. یک فضای تقریبا نورگذر نیمه مات وجود داره به نام شوجی و همچنین نکته بسیار مهمتر در این شاهنشین این کاکمونو. کاکمونو یا تابلو ژاپنی کارکردش چیه؟ الان بهتون میگم. و این سکویی که اینجا هست این قسمت رو از فضاهای همسطح تاتامی جدا میکنه که بتونید اینجا مراسم چای رو اجرا کنید. هم برای استفاده راحت تره، یعنی خاصیت عملکردی داره، و همین که فضا رو جدا میکنه که رفت آمد این داخل اتفاق نیفته، یعنی اینجا به طور کامل جدا بشه. خب همونجور که گفتم چون فضای داخلی ژاپنی کاربری صرفاً تک عملکردی نداره، ما مجبوریم برای اینکه این کنج رو مشخص کنیم که اینجا فضای چایخوری ماست، میایم چیکار میکنیم؟ یه تابلو، ما که نه ژاپنیا، یه تابلو میزنن اینجا. این کاکمونو کارش اینه از در که یکی وارد میشه، خب اینجا کاربری نداره، نه تخت داره نه مبل، باید کجا بشینه. نگاه میکنه ببینه کجا کاکمونو زدن، این تمرکز رو ایجاد میکنه
نقطه فوکوس رو معلوم میکنه. بعد که نشستی میگه که بله بفرما اینم گلدونه، تماشاش کن تا برات چای بیارم. پس ما یه سلسله مراتب اینجوری داریم. حالا گذر از باغ و اینا رو خودتون بعداً میخونید که توی باغ ژاپنی چه اتفاقی میفته تا برسیم به اتاق چای. خیلی مفصل اتفاقات ولی توی فضای خیلی کوچیکی انجام میشه. شما فکر نکنید مثلا یه باغ 2000 متری نه، حتی یه زمین فرض کنید 100 متری هم به ژاپنی بدی، همه این سلسله مراتب رو توش جا میده. یه سنگ میذاره اینجا نماد کوه فوجی، حتما یه رودخونه رد میکنه، 2 تا درخت میذاره، حتما یه به ژاپنی هم اونجا میذاره که شکوفه‌های پیشقراول اول بهارش رو بده. به همین ترتیب اینا در کوچکترین فضا هم این کارو میکنن. در از بونسای هم یه همچین حالتی داره. بونسای داریم که همین مراتب رو دارن، یعنی کوه رو داره، یعنی همه داستان باغ رو آورده توی سینی قرار داده. حالا اینها مفصل خودتون میتونید مطالعه کنید. من برم روی در اصل کارکرد چابانا و ایکیبانا که تاثیرگذاریشون به چه شکل، چطور اثر میذارن و چطور تمرکز ما رو به حال و طبیعت متمرکز میکنن. این مهمترینش اینه، نمایش اغراق‌آمیز قدرت رشد و بلوغ گیاه. تصاویری که شما از این گلدون ها میبینید معمولاً یک حرکت تندی وجود داره درش که حالا تکنیکاشو من بهتون میگم که به صورت خیلی اغراق‌آمیز قدرت رشد و بلوغ گیاه رو نشون میده. همچنین پاک کنم. همچنین با استفاده از یه سری تناسبات آشنا همون در اصل تناسبات طبیعیه که با فیبوناچی میشناسیمش و تناسباتی که به اسم تناسبات طلایی هم شناخته میشه. توی ژاپن هم از همین استفاده میکنن. تناسب نسبت 6 به 10، نسبت 4 به 10 و امثال اینها و نسبت 1 به 3 هم تقریبا داره استفاده میشه. این تقریبانی که میگم خیلی مهمه برای اینکه هدف نشون دادن قدرت رشد و زنده بودن گیاهه. پس خیلی نباید روی این قواعد پافشاری کنیم که ژاپنی ها هم نمی کنن. یعنی افرادی هست که ببینیم مثلا میگه 20 ساله دارم این کار رو میکنم، هنوز استاد چابانا نشدم من، یا استاد چای تا سالهای سال همچنان در حال رشده. و خب این بحث فلسفی هم هست دیگه. یعنی اینا با ورود زن بودیستا و مکتب شینتو به این نتیجه در اصل رسیدن و یا اینجوری بهتون بگم باور به این دارن که شما هر چقدر عمیق‌تر بشی در هر موضوعی، لایه عمیق‌تری هم هست، مخصوصا در مورد تمرکز کردن و درنگ کردن و توقف دادن حیاتی که ما در اصل مرتبط با زمان داریم. حالا اینو من یه مقدار بیشتر بازش میکنم این تیترا تموم بشه. مورد بعدی کنترل فضای خالی و کنتراست بصریه. ببینید توی این تصویر قبلی اگه یادتون باشه ما در اصل یک کاکمونو داریم اینجا که تابلو ژاپنیه. بعد گفتیم که جلوش یک گلدونی میذاریم. خب این تابلو باید در تیررس چشم باشه که میهمان بلافاصله اینو ببینه و میخواد بشینه. وقتی نشست چه اتفاقی میفته؟ یک فضای نسبتا خالی رو میبینه، چون تابلوهای ژاپنی ها همینه. ببینید اینا فضای سفید رو بیشتر طراحی میکنن، یعنی دقت میکنن که چه نسبتی از فضای خالی وجود داره و به چه شکلی این فضای سفید وجود داره. بعد بقیه‌اش رو میارن نقاشی میکشن. یعنی این فضای سفید اهمیتش بیشتر از اون جاییه که نقاشی کرده. خب پس این کار رو هم برای ما میکنه. دقت کنید که ما هم وقتی داریم فرض کنید در یک فضایی میخوایم فضای درنگ خودمون رو تنظیم کنیم، صندلی رو گذاشتیم، میخوایم یک جا یک گیاهی بذاریم که خب فکرمون مهار بشه، یوغش دست این گله باشه چون برامون جذابه.
حالا جلوتر هم میگم، چون خودمون تنظیمش کردیم، خودمون ساختیمش. بنابراین تو این فضای درنگ اتفاقی که میفته چیه؟ این که ما به طور کامل دیدمون رو یا برعکس این گلدونمون رو در جایی بذاریم که چشممون کاملا مسلط بر این باشه و نتونه جای دیگه خیلی پخش بشه. خب در مورد زمان یک نکته‌ای رو عرض کردم که بهتون میخواستم بگم. ببینید در واقع جدا شدن از شکل به این صورتی که وقتی از شکل و ظاهر جدا میشیم چه اتفاق میفته؟ زمان محو میشه. زمان ساخته ذهن ماست و ذهن ما شکل رو میفهمه. زمان محو میشه. وقتی این زمان رو داریم محو میکنیم ذهن ما دیگه نمیتونه خودکار عمل بکنه. اینو دیگه خودتون باید تا الان متوجه شده باشید که ذهنمون کنترل تمام بدن ما رو در دست داره. ما فکر میکنیم که یک ذهنی داریم که روش کنترل داریم. نه، معمولا این ذهنی که کنترل بدن رو در دست گرفته. اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که از شکل جدا بشیم، به مفاهیم توجه کنیم تا زمان محو بشه، درنگ اتفاق بیفته. وقتی زمان محو شد ما آگاهانه میفهمیم که ذهنمون الان داره چی کار میکنه، داریم تماشاش میکنیم. خب پس در هنر چابانای ژاپنی این مسئله خیلی اهمیت داره که ما از شکل جدا بشیم. خب میرسیم به روش انجام. این که ما با چه تکنیک هایی، با چه ابزاری میتونیم این کار رو انجام بدیم. اول اینکه یک تناسباتی داره که حتما باید رعایت کنیم. دونه دونه همه اینها رو بهتون میگم. مسئله بعدی استعاره است. ما در چابانا استعاره های مهمی داریم. 3 تا استعاره مهم، 3 تا نماد داریم در اصل. یکیش زمین، انسان و بهشت که بهتون میگم. ایجاد هسته رشد. هسته رشد برای اینه که ببینید خیلی واضحه توی همه تصاویرم اگه نگاه کنید این هسته رشد اهمیت زیادی داره، چون قدرت رشد اغراق‌آمیز رو این داره به وجود میاره. یک نقطه تعریف میکنن که همه گیاها از اونجا رشد میکنه. یعنی ما به این صورتی که این قدرت رشد رو خیلی با تاکید داریم انتقال میدیم. مورد بعدی رنگ بندیه که جز کم اهمیت ترین هاست. برای رنگ بندی چند تا نکته ساده وجود داره که اینا باز خیلی با شک دارن توی منابع میگن. اینکه رنگ گلدونمون یا قهوه‌ای باشه یا یکی از رنگ‌های خنثی، سفید و خاکستری و سیاه اینا. ولی باز هم خیلی بسته نیست. اساتید چابانا گاهی اینا رو عوض میکنن و با رنگ‌های دیگه. همونجور که گفتم ما در تلاش هستیم که شکل رو از بین ببریم. بنابراین خیلی هم نباید روی این قضیه پافشاری بشه. و بحث رنگ بندی بحث اینه که شما یک سری گیاه رو دارید میارید، یک وجود طبیعیه، بنابراین نمیتونید حداقل در فرهنگ ژاپن قضاوت بکنید که این رنگ خوبه یا بده. خب با حذف کردن شاخه های مزاحم به دوباره به چی؟ مزاحم به این که اندام های طبیعی مهمتری رو اگر بیاد و جلوش رو بگیره حذفش میکنیم. آراستن برای نمایش کمال، این خیلی مهمه. این که ما میخواییم یک عنصر کامل و دوست داشتنی درش بذاریم که تمرکز ما رو حفظ بکنه. بنابراین نباید دارای شاخ و برگ یا گل‌های پژمرده یا در اصل کهنه در حال مرگ باشه. خب پرهیز از تقارن. ژاپنی‌ها معتقدن که هیچ تقارنی در طبیعت وجود نداره و تقارن تاکید بر شکل باید ازش دور بشیم. ارتباط با طبیعت در روند اجرا، این تیکه خیلی مهمه.
یعنی اینکه میگه شما به صورت ایدئال باید خودتون این رو انجام بدین و اونقدر انجامش بدین که 2 تا دستاورد داره این. یکیش اینی که با انجام دادن دلبسته میشین به طبیعت. خب طبیعت هم که مقدسه، این یه چیز خوب. طبیعتی که بی زمانه، طبیعتی که با هیچ کس هیچ آزاری نداره. 2 با انجام این کار شما بیشتر بر چابانا تمرکز میکنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگر یک کسی دیگه هم یه همچین گلدانی براتون طراحی کرده باشه، با دیدن اون چون تمرین دارین بیشتر لذت میبرید. مثل مشاهده ساختمان‌های جذاب برای معماران. خب بریم روی تناسباتی که در این هنر استفاده میشه. ببینید این رو من دوباره تاکید کنم که هیچ قانون منظم و منضبط و سفتی وجود نداره. یعنی مهم اینه که ما بتونیم عنصری رو در گلدان جا بدیم که تمرکز ما رو از شکل جدا کنه تا ما راحت بتونیم درنگ کنیم، رشد رو ببینیم، قدرت طبیعت رو ببینیم و با جهان هستی هارمونی بیشتری داشته باشیم تا بتونیم آرامتر، طولانیتر درنگ کنیم. خب تناسبات 16ام 14ام ببینید از نصف خیلی چشمی ها، یه شاخه مثلا میذاره، یه شاخه دوم داره میاد اینجا، از نصف حالا یا یکم بالاتر یا یکم پایینتر، این همینه دیگه، خیلی هم متری نیست شما اندازه بدید. و این 3 تا استعاره اینجاست. این 3 تا شین بهشت، استعاره از بهشت، سوه این انسان و تای زمین. این 3 تا نکات مهمی داریم. گفتیم طبیعت مقدسه. در پلان، این پلانه از بالا داریم نگاه میکنیم، زمین میاد جلو. اینی که انسانه رو به عقبه، تصور سه‌بعدی اگه داشته باشیم، و بهشت کاملا عمودی میره بالا، ماکسیموم 10 درجه اختلاف از خط عمود و ایدئالش هم اینه که خیلی عمودی باشه و در نقطه انتها. خب این ممکنه یک مقدار طبیعتا انقدر ساده نیست، یک مقدار پرمایه تر و به این صورت با اجزای بیشتر هست. باز همون داستان هست، این 3 تا سرشاخه ها رو باید کامل جدا نگه داریم. یعنی اگه این شاخه تا اینجا اومده باشه باید اینو قطع کنیم که 3 تا پله. این 3 تا پله هم ببینید به این صورته. مطلقاً نباید 2 تا سرشاخه به این شکل توی یک ردیف قرار بگیره و باز توی پلانش هم می‌بینید که به این شکل تنظیم شده. این تکنیک ها خیلی خوبه وقتی آدم اینا رو می‌بینه. بعد موقع اینکه شما دارید در تایمی که برای خودتون گل‌آرایی می‌کنید متوجه میشید که اینا چقدر کار رو زیباتر می‌کنه. یه کار آزموده شده است، ما از تجربهشون داریم استفاده می‌کنیم. در مورد تناسبات اجزایی که به صورت افقی از گلدون میزنه بیرون هم باز همینه. معمولا حداقل 3 برابر اگر این آ باشه، این مینیموم 3 آ باید باشه مینیموم. ماکسیمومش چقدره؟ هر چقدر که زشت نشه و این گلدونمون رو در اصل واژگون نکنه. این هم تکنیک های خودشو داره برای اینکه از واژگونی جلوگیری کنیم که بهتون میگم سریع که بتونید استفاده کنید. خب بعد از تناسبات اون چیزی که خیلی مهمه و واقعا خیلی خیلی این گلدان آرایی ما رو زیبا و طبیعی میکنه هسته رشد. توجه به این تیکه
هسته رشد به صورت سنتی، حالا اینایی که توی این گیلاس گذاشتن، توی این لیوان گذاشتن، به صورت سنتی اینجوری انجام میشد. یعنی ما برای اینکه بتونیم گل‌های زیادی رو، این ساقه هاشو یا برگ‌هامون رو دقیقاً توی یک نقطه متمرکز کنیم کار سختیه. با سیم بستن هم کار درستی نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه شما وقتی این سیم رو میخواید فشردش بکنید یا با طناب یا هر چیزی، این تناسبات و جهتگیری هایی که دوست داشتیم در این هنر ما خودشون نشون بده دیگه از بین میره و اینا با فشرده شدن ممکنه مثلا یه شاخه اینجوری گذاشتیم این دوران پیدا میکنه و خب زاویهش به هم میریزه، جهتش به هم میریزه، اون چیزی که ما میخوایم نمیشه. بنابراین میارن یه همچین تیکه هایی رو به این شکل و یا شکل های دیگه استفاده میکنن که این مدل سنتیشه که گل و گیاه رو به این شکل راحت بتونن نگرش دارن و همه گیاهان ما از یک تمرکزی برخوردار باشن در محل رشد. سنگ خیلی آیتم مهمیه، وزن گلدون ما رو حفظ میکنه، نمیذاره واژگون بشه در اثر نیروهایی که این گیاه داره وارد میکنه. ببینید گیاهان، ما میگیم که هر آبجکتی که به عنوان گیاه تو این گلدون میذاریم حداقل باید 3 برابر باشه و این احتمال واژگونی رو میبره بالا. اینا میانن میگه که خب ما اینجا یا سنگ بذاریم یا از سای استفاده کنیم، همون که از کلمه بونسای اومده، که بتونیم این تعادل رو حفظ کنیم. آب خودش یک آیتمی که میتونه وزن رو تامین بکنه، ولی خب همه اینها برمیگرده به اینکه شما چجوری این تعادل رو با انتخاب گیاه، با هنری که دارید و ابزارهای جانبی بتونید حفظ کنید. خب از در اصل وسایل و آبجکت های متنوع میتونیم براش پایه درست کنیم. یکی از راه های کاربردی خیلی خوب استفاده از سیم مفتول مچاله شده است و همچنین استفاده از شاخ و برگ پیچک ها که به راحتی کمک میکنه. اینجا هم میبینید از پیچک استفاده کرده و نکته مهم اینه که این تصویر رو گذاشتن که این یادم باشه که بهتون بگم شما میتونید هر خلاقیت دیگه‌ای هم تو این کار داشته باشید، به شرط اینکه ما قدرت رشد، شادابی و زنده بودن گیاه رو بتونیم نشون بدیم. در مورد نوعی از در اصل چابانه ها که روی سینی انجام میشه، یه سری نکته هست که در نظر بگیرید. زاویه 70 درجه برای گیاهانی که افقی می‌کنیم تنظیمش کنیم، بعد میتونه بیاد پایین‌تر. چقدر پایین؟ ببینید اگر این بیاد و از این لول بخواد پایین‌تر باشه، ایدالش اینه که زیر این گیاه یک پایه‌ای باشه. خب این در اصل این 4 پایه یا پایه خیلی توصیه میشه. حتی میگه وقتی ارتفاع عمودی دارید و موقع نشستن توی چشمتونه و زاویه خوبی داره، زیرش یه تخت نازک هم بذارید، باز روی این گلدون تاکید میکنه. خب پس این زوایای 70 درجه، 40 درجه و ماکسیموم 10 درجه روی شین، روی نماد بهشت. خب حالا برعکسش هم که قرینش مثل این میشه. ایدال اینه که از تقارن داریم فرار میکنیم، در کناره های ظرف این کار رو انجام بدیم و داخلش هم که پر از آب و احتمالاً اشیای سنگینی که ما میخواییم وجود داشته باشه. یک تیکه فیلم میخوام نشونتون بدم. خب این ویدیو رو اگه نگاه کنید با دقت، برای پایه‌ای که برای هسته رشد در نظر گرفته یه همچین کاری انجام میده. ببینید ما نوع دیگه‌ای هم داریم، حالا کتاب رفرنسش رو میذارم و توی کانال میبینید. یک سری قطعات فلزی هست که
مثل برسه و سنگین میخای ازش بیرون اومده که ساقه‌ها روی اون سوار میکنن. خب اینو چون نداریم من خیلی هم روش صحبت نمی کنم، موجود بازار ما نیست، ولی این تکنیک های قدیمی که هم اصیل تره و هم شدنیه فکر میکنم که اگر یاد بگیریم بهتره. موردی که باید رعایت کنید قبل از اینکه، حالا تو این تصویر این کارو نمیکنه، قبل از اینکه ساقه رو توی آب قرار بدیم حتما باید یه چاک عمودی از وسط ساقه بزنیم و چند ثانیه توی آب جوش قرار بدیم که عمر گیاه رو بیشتر بکنه. تیکه دوم رو هم ببینیم. این پیجی هم که اسمش داره میاد احتمالاً آموزش‌های بیشتری هم داره، میتونید نگاه کنید. این هم یه نوع ساقه ها رو با هم دیگه دسته‌بندی میکنه و میتونه یه سکوی خوب برای ببینید آب رو سریع پر میکنه که وزن سینی رو ببره بالا که از واژگونی جلوگیری بشه. من فکر میکنم که اگر یکی دو بار تمرین بشه به راحتی میشه گلدون‌های زیبایی رو مثل این به وجود آورد. ژاپنی‌ها از چیدن گل‌ها خیلی گریزان نیستن و نظرشون اینه که با چیدن گل‌ها میتونیم به تکثیر گیاه بیشتر کمک کنیم. تقریبا اون چیزی که برعکسش توی فرهنگ ما هست. اینها گل رو خیلی ببینید میتونید با یه تیکه چوب و یا یه تیکه سنگ جلوی این هسته رشد رو هم اگر سیمای خوبی نداره ببندید. خب نکات بعدی مرتب پشت سر هم دارم بهتون میگم که بتونید ازش استفاده کنید. وقتی که یکی از مهمترین ها اینه که میگه شاخه اصلی که نماینده بهشت ما بود داره میره بالا، اگر یک اتصال کاملا عمود برش یک شاخه‌ای به این شکل داشت حتما باید حذف بشه. دلیل همون چیزیه که میگه از پنجره شدن جلوگیری کنید. یعنی میگه که اگر مثلا یه هم چیزی داریم اینجا یه حلقه به وجود اومده باید نذاریم و حذفش بکنیم. دلیلش اینه که میگه شما وقتی تماشا میکنی به این هنر دوست داری که چشمت روش حرکت کنه و جلو بره، نه اینکه بیاد به جای به دوراهی برسه بعد فکر کنی که خدا این چی شد برگردم. این ذهن ماست، تقصیر ما هم نیست. بنابراین سعی میکنیم که همه اینا رو محافظت کنیم که اتفاق نیفته. مورد بعدی شاخه های اصلی اگر شاخه‌ای متصل بهش دارن که به زمین اشاره میکنه باید حذف بشه. ما دوست داریم رشد رو نشون بدیم، تاکید بر قدرت رشده. حالا گیاهی هست که مدل رشدش این شکلیه، این اوکیه، ولی اینکه ما شاخه‌ای که رو به زمین داره اشاره میکنه، این اشاره رو خیلی تاکید میکنن. حتی یه سری چیدمان ها دارن، فرض کنید یه گلدان اینجوری گذاشته، اینجا یه تابلو گذاشته که یه چیز ژاپنی رو می‌کنه. مثلا خیلی دوست دارن که این داره به اون اشاره میکنه. یه همچین تفکراتی دارن و درست هم هست. حالا مورد بعدی از در اصل باید جلوگیری کنیم از مخفی شدن اندام‌های اصلی. یعنی اگر یه چیزی مثل این، حالا مخصوصا وقتی که پنجره ایجاد کرده، باید حذفش کنیم که این اتفاق نیفته. یا یه برگ زیبایی میگه یه جای هست. خب یه لحظه قطع شد، ببخشید بچه‌ها. فرض کنید داشتم میگفتم که یک برگ زیبایی یک جایی هست و یه شاخه دیگه هست که یه برگ دیگه جلوشو گرفته. حالا یکی از اینا ارجحیت داره، یکی از اینا رو باید حذف کنیم.
ببینید این وقتیه که تو این تصاویر هم معلومه، این وقتی که واقعا هر دوتا اینها با ارزشه ها. یعنی ممکنه یه جا تصمیم بگیریم مثلا کل این شاخه رو بزنیم، حرفی درش نیست، ولی بعضی وقتا میبینیم اینم خوبه اینم خیلی خوبه، اون موقع این برگش رو حذف میکنیم. و جاهایی که مخصوصا به قول خود ژاپنیا به اینو پنجره میگن، پنجره ایجاد میشه، اصلا نباید بزنیم که اتفاق. خب در نهایت ما باید در نظر بگیریم این نکته رو که شکل برای ما مهم نیست، ما شکل رو میخواییم که به حاشیه ببریم، هرچند که تصاویر ما، گلدانهای ما زیبا هستند، زیبا هستند که ما نگاهشون کنیم، زیبا هستند که ما درنگمون رو تنظیم بکنیم، محافظت بکنیم ازش که فرار نکنه ذهنمون. دیدید بعضی وقتا مثلا یه کاری دارید ما یه رانندگی میکنید، یهو به خودتون میاد میبینید که آره تو اون مهمونی 2 هفته پیش هستی که با یکی بحث کردی و همچنان تو اون بحث داری ادامه میدی به ذهنت. این ناخودآگاه. و خب برای اینکه این اتفاق نیفته ما باید، یا اینجوری بگم، یکی از راه حلاش اینه که یک آبجکت زیبایی داشته باشیم که بتونیم تماشاش بکنیم. ولی هدف چیه؟ هدف این قدرت رشد رو نشون دادنه. اینی که این گیاه نگاه کنید، مثلا تو این چابانایی که اینجا هست، گیاه اونقدر انگار قوی هست که از یک حفره کوچیک داره میزنه بیرون و اینجوری بزرگ هم داره رشد میکنه. همه این شاخه ها به سمت رشد هستن و این مفهوم زنده بودن و رشد و طبیعی بودن کاری که برای ما مهمه معمولا توی این هنر. و وقتی هم روی اینها تاکید میکنی، خود به خود آبجکت یک دکور بسیار زیبا هم در نهایت حاصل میشه. خب همه این چیزهایی که مطرح شد یک اشاره گذرایی بود بر این که ما بتونیم فضای درنگ مناسبی برای خودمون تنظیم بکنیم، بتونیم ذهنمون رو دور کنیم از اتفاقات و اضطراب‌ها و در نظر بگیرید که این هنر مختص ژاپنی هاست و خیلی خیلی عمیق و وسیعه. من منابعی رو هم در کانالمون میذارم برای افرادی که بیشتر دوست دارن عمیق بشن روی این هنر. اما این چیزایی که گفتم فقط تکنیک هایی بود که ما توی گل‌آرایی خودمون هم میتونیم استفاده کنیم. حتما هم لازم نیست دقیقاً عین این روی، چون ما فرهنگمون چیز دیگه است و گل‌هامون به شکل دیگه. ولی خب تکنیک های جالب و خوبی داره که برای حس سرزندگی و ارتباط ما با طبیعت در تایم درنگ بسیار موثر و مفیده. خیلی خیلی ممنون که توجه کردید.